که امروز پیشنهاد همه ما و شما میگردد شب دور از وطن نام دارد سراپا از اشعار استاد بازار صابر و این یک نمایش ما یک اندیشه های تئاتری است از اشعار استاد و این اندیشه های تئاتری رو کارگردان تئاتر ما هنرمند خوش‌ذوق نازمگل ملیکوف آماده ساخته است. ولیکن من کی بودم یا چی بودم؟ با شهیدان من شهید بودم. بازی را در اسارت چون که کرد خشت خانت از نقشی من در آن نقشه که میریزد زمنگه از مناری برج زستان از داغی من در آن سنگان که خاموشند و گریان. بار اول ما یکی نقش خودم را در صحنه و در سیمای این بهترین اکتورها تماشا میکنم. برای رژیسورم بسیار آفرین به رژیسور که واقعا زندگی ما با هم یک کراوات زندگی دیدم حیران شدم که این چقدر فهمیده که زندگی ما واقعا با یک کراوات در شمه که بودم در پا درون همین گزیده کتاب زندگی میکنم و در امریکا این همه یک کراوات ما از کیم کدام کارخانه دانشین گرفته بودم خط این همه خیلی گذشتگی آفرین و با لحظه های بسیار خوبی است که خوب یافتی. کاش چشمی مرا نمیکشادی در عشق از چشمی کشاده ام دلم یا دو کراوات با کار میکنه کراوات یادی نیست گاهی تابوت میشود گاهی ازبه میشود خاده گور میشود آفرین بامیان را ساختم من قافیان را با قافیدار را در رهی من بود من کردم خرابش دنگ خارون در تبیمت بود من دادم بابادش جبر فرمان نیست من جفاکش نیست من برکی یزدان نیست من و شیطان نیست من وای بر من ارحمان فریاد از من ارحمان فریاد یک صحنه فشرده اولیجانا بود که تماشابین با اکتور تقریبا نفس به نفس تماشا میکردن اکتورها را و اکتورها با تماشابین تقریبا نفس به نفس روبرو بودن و بسیار شاعرانه بود پیش از همه شاعرانه که یعنی کروفری زیاد نداشت و بسیار عادی و با درمیان دفتر و کتاب و روزنامه میگذاشت و ما فکر کردم که در خانه خودم هستم در صحنه نه